السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی علیه السلام 70 نفر بهترین را از قومش با خود گرفت و به کوه طور رفت و در آنجا با الله متعال سخنرانی کرد. این 70 نفر معجزه های زیادی را دیده بودند، ولی از موسی علیه السلام باز طلب کردند که ما الله را میخواهیم ببینیم. موسی علیه السلام با آنها گفت از الله بترسید، الله را دیده نمی شود. به شما معجزه هایی که پیش از این بود کافی نیست. و آنها را بسیار نصیحت کرد، ولی آنها موسی علیه السلام را اطاعت نکردند و غضب الله بر آنها نازل شد، یعنی رعد و برق بر آنها نازل شد و همه این 70 نفر هلاک شدند. موسی علیه السلام گرفتار این مشکلی شد، یعنی بهترین 70 نفری که با او بودند هلاک شدند. اکنون به نزد قومش میگردد چی میگوید؟ و موسی علیه السلام دعا کرد ای پروردگارا، مرا تنها روان نکن به نزد قومم که فتنه می شود. و دعای زیادی کرد. الله متعال آنها را زنده کرد دوباره. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. پس شما را پس از مردنتان زنده کردیم شاید شکر گزاری کنید. با این 70 نفر موسی علیه السلام برگشت به نزد قومش و باز حرکت کردند. در این سفر طولانی که بنی اسرائیل با موسی و هارون علیهم السلام بودند، باز یک واقعه دیگر شد. واقعه بین بلعام ابن باعورا و موسی علیه السلام. این قصه را الله متعال در سوره اعراف به ما ذکر کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بلعام ابن باعورا از بنی اسرائیل بود. در شام زندگی میکرد. در شام یک قبیله بنی اسرائیل زندگی میکردند. بلعام شخصی صالح و عابد بود، از اهل علم و دین بود و شخصی بود که اگر دعا میکرد الله متعال دعایش را در حال قبول میکرد. بلعام بین قومش مرتبه و احترام داشت. بعضی روایات است که میگویند نام اعظم الله را میدانست، یعنی اسم اعظم الله را میدانست و با اسم اعظم الله دعا میکرد، الله دعایش را استجابت میکرد. روز موسی علیه السلام با قومش به منطقه شام رسیدند و گذر میکردند، یعنی میخواستند گذر کنند. قوم بلعام فکر کردند که موسی آنها را میخواهد از زمینشان بیرون کند و به نزد بلعام آمدند و گفتند موسی آمده است با قومش، میخواهد ما را از زمین خودمان بیرون کند و قوم خود را به این زمین درآورد. ای بلعام، تو را بسیار احترام میکنیم و دعای تو را الله متعال استجابت میکند. بر موسی دعا کن. بلعام گفت چی میگویید شما؟ من بر پیغمبر خدا دعا کنم؟ این ناممکن است.
او پیغمبر خداست. مردم بلعام را به هر راه زاره کردند و برایش مال و ملک وعده کردند تا حدی رسید که بلعام در فتنه مال گرفتار شد و بالاخره راضی شد. بلعام با قومش به بالای کوه رفتند و شروع به دعا کرد. هر وقت که بلعام بر موسی علیه السلام دعا میکرد، الله متعال زبانش را میگرداند و او بر قوم خود دعا میکرد. یعنی دعای بد میکرد، زبانش بر میگشت و بر قوم خود دعا میکرد. قومش گفتند ای بلعام، تو را چی شده است؟ بر ما دعا میکنی؟ ما تو را گفتیم بر موسی و قومش دعا کن. بلعام گفت این از جانب الله است. زبانم را الله متعال برگردان و بر شما یعنی دعایم می رود. من بر موسی دعا کردن نمی توانم. با این کاری کردهش نزد الله رسوا شد و دنیا و آخرتش را برباد کرد. پشیمان شد با کاری کردهش. گفت آخرتم برباد شد و دنیا از دستم می رود. من یک حیله و نیرنگی میکنم. گفتند چطور؟ گفت زنهای زیبا را تیار کنید و برای آنها چیزهای فروشی بدهید و به نزد قوم موسی روان کنید تا که چیزها را با آنها بفروشند. به زنها بگویید اگر کسی از قوم موسی آنها را خواست قبول کنند. یعنی اگر کسی خواست که با آنها زنا کند، زنها راضی شوند. اگر یک کسی از آنها زنا کند، آنها بر ما پیروز نمی شوند. زنها را به نزد قوم موسی روان کردند. یکی از بزرگان بنی اسرائیل زنی را دید و برایش بسیار معقول شد. یعنی در فتنه گرفتار شد. با زن به نزد موسی علیه السلام آمد و گفت من گمان میکنم که تو میگویی این زن حرام است برای من. موسی علیه السلام گفت بله حرام است او برای تو. خب بنی اسرائیلی گفت به خدا سوگند در این مورد تو را اطاعت نمی کنم. و با زن رفت و زنا کرد. به سبب این کار الله متعال طاعون را بر بنی اسرائیل نازل کرد. یعنی یک بیماری که گذرنده است و بسیار بیماری خطرناک است. از بین بنی اسرائیلی ها یک شخصی را که فلحاس ابن عزار ابن هارون می نامیدند خبردار شد که به سبب زنای یک بنی اسرائیل این بیماری نازل شده است و به نزد همان زن و همان بنی اسرائیلی رفت و آنها را در حالت زنا یافت. هر دوی آنها را کشت و دعا کرد بارا پروردگارا همین طور میکنیم کسی تو را عصیان کند. پس بیماری برداشته شد. از بنی اسرائیل تقریبا 70,000 هلاک شد. الله متعال بلعام را خوار و ذلیل کرد. موسی علیه السلام با قومش حرکت کردند و به منطقه ایلیا رسیدند که اکنون فلسطین نام دارد. در فلسطین مردم زندگی میکردند که بسیار با قوت بودند. لشکری بزرگ داشتند. موسی علیه السلام آمده بود تا فلسطین را آزاد کند از دست آنان و در فلسطین بنی اسرائیلی ها زندگی کنند و حکم کنند. وقتی مردمی که در فلسطین بودند فهمیدند که موسی با قومش آمدند، دروازه های قلعه را بند کردند و تیاری جنگ را دیدند. موسی علیه السلام به نزد قلعه رسید. دیدند دروازه های قلعه بند است و مردم تیار هستند برای جنگ. موسی علیه السلام به قومش امر کرد به قلعه حمله کنید. قوم موسی گفتند ما حمله کردن نمیتوانیم، ما جنگ کردن نمیتوانیم، ما دهقان هستیم
ما یعنی 430 سال غلام بودیم، جنگ نمیتوانیم. موسی علیه السلام گفت شما به من وعده داده بودید که من را اطاعت میکنید، فقط شما به قلعه حمله کنید، الله شما را پیروزی میدهد و زمین مقدس در حکم شما میماند. گفتن ای موسی در اینجا قومی با قوت و ستمگری هستند و ما هرگز به قلعه نمی رویم تا که آنها از آنجا بیرون شوند. اگر آنها از آنجا بیرون شدند ما به قلعه می رویم، یعنی ما به فلسطین می درویم. دو نفری که مؤمن و صالح بودند، بعضی علما میگویند هارون و یوشع ابن نون بودند، گفتند شما بروید به نزد قلعه حمله کنید، شما را الله متعال پیروزی میدهد، بر الله توکل کنید اگر ایمان دارید. بنی اسرائیل گفتند ای موسی تا وقتی که آنها در آنجا هستند ما هرگز به قلعه نمی رویم، تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما همینجا نشسته ایم. الله متعال بنی اسرائیل را جزا داد برای اینکه موسی علیه السلام را اطاعت نکردند، آنها را در بدر کرد. باید بنی اسرائیل 40 سال در بدر میگشتند و وطن نداشتند و بعد از 40 سال به قدس می آمدند، یعنی به فلسطین می آمدند. به راه برآمدند، برای خود جای زندگی می کافتند و هرچندی که از قدس دور می شدند بر می گشتند، باز به نزدیک قدس می آمدند، باز راه را دیگر می کردند، باز از همان راه می برآمدند و به نزدیکی قدس می آمدند، یعنی به فلسطین می آمدند. همین طور 40 سال در بدر بودند. در این مدت 40 سال در نزدیکی قدس زندگی می کردند و از آب تنقیسی کشیدند. الله متعال به موسی علیه السلام امر کرد که چوبت را بر سنگ بزن. موسی علیه السلام چوبش را بر سنگ زد، از سنگ 12 تا چشمه برآمد، هر چشمه به طرف روان بود. بنی اسرائیل هم 12 تا قبیله بودند و هر قبیله برای خود آب چشمه داشت. اگر از جای خود حرکت میکردند همان سنگ را با خود میگرفتند، آب سنگ می ایستاد و در جایی که سنگ را میگذاشتند از سنگ آب میبرآمد. یعنی این یک معجزه بود برای آنها. گرمی آفتاب بر آنها زیاد شد. به موسی علیه السلام گفتند ای موسی گرمی آفتاب بر ما زیاد شده است، دعا کن. موسی علیه السلام دعا کرد، بالای سرشان ابرها آمدند. یعنی معجزه از پشت معجزه برای آنها بود و آنها این معجزه ها را می دیدند و در این مدت 40 سال الله متعال برای آنها خوراک می فرستاد. وقتی نیمه روزی می شد پرنده ها می آمدند و قوم موسی علیه السلام چه قدری که برای خود لازم داشت از پرنده ها می گرفتند و استفاده می بردند و همین طور برای آنها الله متعال من را نازل می کرد. من مثل عسل است، شیرین است، از آسمان برای آنها نازل می شد و آنها از این خوراک هایی که الله متعال برای آنها نازل می کرد استفاده می کردند. همه این معجزه ها بود برای آنها. همچنان روز وقتی از خواب خیستند دیدن یکی از بزرگانشان کشته شده است. همه در تعجب بودند، نمیدانستند که کی کشته باشد این را. به نزد موسی علیه السلام آمدند و گفتند ای پیامبر خدا به ما خبر بده که این را کی کشته باشد. موسی علیه السلام گفت من نمیدانم، هر چیزی را که الله متعال به من وحی بدهد همان را میگویم، من حالا مثل شما هیچ چیز را نمیدانم. آنها گفتند از پروردگار دعا کن برای ما، یعنی معلوم شود که این را کشته است. موسی علیه السلام دعا کرد و از الله متعال پرسید. به موسی علیه السلام وحی شد. موسی علیه السلام گفت الله متعال به شما امر کرده است که گاوی را ذبح کنید. گفتند ای موسی آیا ما را مسخره میکنی؟
موسی علیه السلام گفت به خدا پناه میبرم که از جمله جاهلان باشم. این امر الهی است، جای مسخره نیست. گفتن از خدا بپرس، دعا کن، به ما روشن کند که آن گاو چگونه گاو است. موسی علیه السلام گفت الله متعال میفرماید آن گاوی است که نه پیر و نه جوان بلکه میانه سال است. پس آنچه به شما امر شده است آن را انجام بدهید. گفتن از پروردگارت دعا کن تا برای ما روشن سازد رنگ گاو چگونه است، چگونه گاو است، یعنی رنگش چگونه است. موسی علیه السلام گفت الله متعال میفرماید آن گاوی زرد است، زردی پررنگ که اگر بیننده اون را بیند یعنی بسیار زیباست، شاد می شود از دیداری گاو. گفتن از پروردگارت دعا کن برای ما روشن سازد که آن چگونه گاوی است که براستی این گاو برای ما مشتبه شد. اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد، ما آن گاو را میابیم. موسی علیه السلام گفت الله متعال میفرماید آن گاوی است که برای زراعت و کشتکار استفاده نمی شود و بی عیب است، یعنی سالم است، بیمار نیست، یگان گوش یا که دنب گاو بریده نیست. گفتن اکنون فهمیدیم. پس گاو را آوردند و ذبح کردند و نزدیک بود که این کار را نمی کردند. موسی علیه السلام امر کرد که یک پارچه گاو را بگیرید و بر مرده بزنید. یک پارچه گوشت را گرفتند و بر مرده زدند. مرده به امر الله زنده شد و کسی که او را کشته بود نشان داد و قاتل را دستگیر کردند. یعنی این یک معجزه بود که باز برای بنی اسرائیل الله متعال نشان داد. ولی بعد از دیدن این معجزه ها باز آنها روی گرداندند و موسی علیه السلام را اطاعت نمی کردند.